انسان از یک کاغذ بی ارزش پول ساخت، اما پول در این دور زمان از انسانها چیزهایی که نساخت. همین است که میگوید هم پدر هم مادری ما پول شد، هم برادر خواهری ما پول شد. مهر آدم ها زی آدم دور شد، آدمی بی پول به چشم بی نور شد. بسیار خوب گفته است. پول اگر داری تو را حرمت کنند، پول نداری گر تو را تهمت کنند. پول چه شیرین بوده است که دایما از پیش بیداری و غربت کنند. اما ما دست به دعا می‌برداریم، طلب آن را میکنیم که ای خدایا بندگان را عقل ده، وقتی مردن یک کفن را نقد ده، چون که دانند دوست جانی پول نیست، دوست جانی را به ما در اصل ده. برای آن نفرانی که اینقدر به مال دنیا دل بسته‌اند، یاد دو مصرع شعر است که میگوید پول دنیا دستگیرت نیست روزی ماجرا، مال و ملکت از سرت ماند دلی را پاس دار. السلام علیکم. اولین چیزی که برای زنک نشان میده دسته گل است. این وقت دسته گل از زنک میبیند دیگر خودش در بالای مردک میپتاید. خوب میلش آقی شما هم آقی سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم یک دسته گل گرفته برای شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردید از کیسه که ببرار یک خوشبویی را در دستش بده. آخه همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود؟ با پیش خودت نیست. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری تا در یزید. همون یک خوشبویی نمیجه یک سامان های، دو سامان های، آخر پنج سامان های. لیکن دل برداریش میدانی چقدر معنی بلند دارد. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از به نام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدارم. آن چیزی که میگویم برای شما سخن خدا و سخن رسول است. هر چی کردی با پدر آن را ببینی از پسر. یکی امروز مادری مصیبت در دیوانه حساب کنی، مادری پیرت دیوانه حساب کنی، کاردار نشه به من گویی پگر نقص دان که تو در پیش بچه هات از این دیوانه تر حساب بشوی. جای تو خانه بی صاحبات. یکی امروز برای تو پدر و دیوانه حسابه، تو فردا برای بچه دیگه در این خانه مناسب نیستی. همون روز که از کار موندی میبره در خانه بی صاحبا میپرتاد، انا اونجا عمر بگذرانی و نمیخواد در این خانه تو رو بینه دو طبیعت شکیره شود. قرآن در پروردگار میگه من عمل صالحا فلنفسی و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. کسی که خوبی میکند با فایده خودش میکند. امروز تو یک خدمت برای مادر و پدرت کن، فردا 10 خدمت از پدر و مادر از بچه ها میبینی. زنها اظهار محبت دوستی دارند. اظهار محبت یعنی چی؟ اون که زنن یک در این مردم یعنی سرزمین همین چیزها چیه؟ زنش مرد شده، مرد زن شده که مطلب بزن. اینها برادرای عزیز، این تحرمات در دین ما هست، این تعلیمات های دین ما هست. هر ملت و هر یک نفرهایی که از این خونده گذشتن دیدن این در این خوشبختی را گرفتن و به نام خودشان بزرگاندن. برادرای عزیز، شما هم باید با زنهاتون حظ شوخی داشته باشید. شما هم باید برادرای عزیز. شیطان قسم خورده ماست. چیزی که شیطان رو ناراحت میکنه توبه جوان هست. در سن جوانی توبه جوان بزرگترین توهین و سیلی و خنجر تو پیشانی ابلیس هست. اگر جوان توبه بکنه دنیا خوش میشه، نعمتهای دنیا و برکتهای نعمتها سرازیر میشه. چون جوان توان گناه دارد. توبه پیرمرد به اندازه توبه جوانی که توان و قدرت گناه دارد و زمینه گناه دارد، زمین تا آسمان در قیمتشان تفاوت هست. گرچه خداوند همه توبه ها تا قبل از اینکه زمان توبه مسدود نشده باشه، وقت خاص نرسیده باشه، توبه پذیر است و ما قبل توبه را